امروز میخوام براتون یه ویدیو از گیم پلی و تحلیل و بررسی نسخه ترسناک گیاهان در برابر زامبی ها براتون بسازم. فقط قبل اینکه ویدیو رو شروع کنیم لطفاً اون دکمه لایک رو برای من بزن، چون که اصلا چیزی کم نمیشه. من یه پسرم که آرزو دارم یوتیوبر بشم، پس لطفاً با لایکت منو یکم حمایت کن، ممنون میشم ازت. خب برای کسایی که نمیدونن این بازی چطوریه، بچه‌ها بازی پلنت ورسس زامبیز یا به عبارت دیگه ای زامبی بر علیه گیاهان، بچه‌ها یه نوع بازیه که شاید مثلا خیلیاتون نشناسینش، ولی مطمئنم میشناسیدش، چون که یه بازیه که هم قدیمی هم خیلی عالیه و من خودم واقعا عاشقشم و شاید باورتون نشه من این بازی رو 8 بار تمومش کردم، اینقدر که دوستش داشتم. خب بچه‌ها زیاد طول نمیدم، توضیح میدم. بچه‌ها این بازی یه بازی خیلی خفنیه که بچه‌ها شما همسایه یه مردی به اسم کریزی دیوید یا همون دیوید دیوانه. حالا اینجا هر روز زامبی‌ها بهتون حمله میکنن، ولی اینجا دیگه نباید شما با تیر و تفنگ و نمیتونین دیگه، باید این بار با گیاهان با زامبی‌ها مقابله کنید. حالا چجوری؟ بچه‌ها با گیاها رو روی زمین چمن یا گلدون یا هر جای دیگه میذارید و اونا خودشون به زامبی‌ها شلیک میکنن. البته فقط همین زامبیایی که میبینید تو تصویر نیست و خیلی ها قرار قوی‌تر و گنده‌تر بشن. حالا با این توضیح بود برای کسایی که نمیدونن. حالا میریم سراغ بررسی نسخه ترسناکش. خب بچه‌ها این نسخه ترسناک این بازیه، میبینین چقدر سیاه سفیده؟ بچه‌ها وقتی که شما وارد بازی میشید با همچین صحنه‌ای مواجه میشید که میبینید کلا همه چیز سیاه سفیده و کلا خیلی یه چیز خیلی عجیبیه. و حالا اینکه چجوریه رو خودتون در ادامه میبینید که زامبیاش چه شکلیه. خب بچه ها دیدین که حتی گیاه شیپوری هم، بچه ها من اسمشو نمیدونم ببخشید، همینی که تو پرت میکنه بچه ها، این هم حتی از قیافه زامبیا ترسیده. اینی که تو بازی اصلی همیشه خندون بود، همیشه شاد بود و با افتخار زامبیا رو میزد، ولی این بار نها کنید با ترس و لرز داره به زامبیا توپ پرت میکنه. حتی گلای آفتابگردون از اینجا دیوونه شدن. و حالا بچه ها این هم گیم پلیش هم که الان دارید بچه ها میبینید. حالا من عکس از این زامبیا و اصلیاشون رو براتون میذارم، خودتون تو ویدیو ببینید فرقاشونو. خب بچه ها من از این بازی واقعا خوشم میاد و این بود از هم گیم پلیش هم تحلیل و بررسی این بازی. بچه‌ها ممنونم که ویدیو تا آخر تماشا کردین. من خودم عاشق این بازی ام و نسخه های دیگه هم ازش ساختم، نسخه دوم، سوم، نسخه سه‌بعدی، ولی به نظر من این واقعا بهترین نسخه است. ولی حتما نظرتون رو برای من تو کامنت ها بنویسین که خوشحال بشم. راستی برای خوشحالی من هم لایک کن هم ساب کن، چون که از تو چیزی کم نمیشه، فقط منو به اینکه یوتیوبر بشم نزدیکتر میکنی و رویامو برآورده میکنی. ممنونم ازت. از اینکه ویدیو رو تا آخر تماشا کردی واقعا ممنونم. امیدوارم هر جا که هستی موفق باشی. خدا نگهدارت باشه تا ویدیو بعدی. خدا نگهدار.